یوتیوبری شغل رویاییه مگه نه؟ یو گایز چطوری نشه ها، من آریان اوکسر هستم و اومدم که تو این ویدیو با همدیگه به لپای کمر من دست بزنیم. این چی داره میگه؟ دروغ میگه. کی رایش میاد به لپای کمر من دست بزنه؟ چیزی منظور اینه که کی بعدش از پول میاد ها؟ کی بعدش میاد یه گوشه بشینه و با کاری که عشق میکنه پول در بیاره. ولی اگه فکر کردی به همین سادگی هست زکی ببینید احتمالا شما هم یه نشونه از اینکه یوتیوبر مورد علاقتون از کانالش یا کارش خسته شده دیده باشید. شاید هم یه یوتیوبری رو دیده باشید که کلا کارش رو ول کرده. اینجا میخوام داستان کسی رو براتون بگم که با عشق چنلش رو برد تا یکا، بعدش هم رفت دگا. براتون بگم دونیوش فهمیدی این کانال دوم منه. البته فارغ از توضیحات کسوشه رو بلند بالای فرهاد در مورد اینکه من درست نیست و ما یه تیمیم. همه کار رو فوتو داره میکنه، گوش ندید بهش. خارکوس البته این جز ادیتورا، من نوکر ادیتورا هم هستم. اسمخ ها، سه روز زیبایی، اولین روز تابستون، سه روز خوبیه برای تبدیل شدن به یه یوتیوبر. ویدیو آپلود میکنم و دلار استخراج میکنم. آیسا ببینم میشه یکی به من توضیح بده چطور انقدر سریع تابستون گذشت و من کلن 30 تا ویدیو گذاشتم؟ مثل اینکه انقدرم که فکر میکردم نه استعداد دادم نه آسونه. این یه فریم بود از بخش بزرگی از یوتیوبرهای تازه کار که من هم جزشون بودم. واقعا تو این دوره زمان انگار با دشمنه، جوری سری میشه انگار خدا سطح دوپامینش اومده پایین و جهانو زده رو دور تند. لامصب این یه برده آفریقایی که برای آزادیش داره میدوه سریعه. چی شده؟ چرا روی زجه میزنی الفو؟ آجی این یارو با 2 تا ویدیو مایداز شد. نکنه من جای اشتباه رفتم. چی رو اشتباه زدم؟ من یه سرم گذاشتم. ناشکری نکن الان برقمون میره. آره همینجا بود. فرهاد نگهش دار خودشه. اگه این مرحله از زندگی نبود پاکش فروشای انگیزشی اصلا وجود نداشتن، چون که کسی نبود که بخوان بهش بفروشن. احساس میکردم آخر این جاده یه دره است اسم بیخیالش شو. ولی خب همیشه اون کرم درون تو رو وامی داره که بکنی. میدونی همیشه یه چیزی توی من هست که میگه بکن خواسته رو بکنی، اونم هاردکور. البته من نمیدونم چرا همیشه واسه من برعکس بوده. من دارم اونو میکنم چرا من دارم دردم میاد. هش مخش من نمیشه. اینو نگاه بکنی فودوی چقدر ویو گرفت. و بله یکی از ویدیوهام به طرز عجیبی ویوی عجیب تری گرفت و what the fuck اصلا قرار نبود این شکلی باشه. بدترین ادیت ممکن رو بدون هیچ اشتیاقی روش زدم و همون لعنتی ویوی خرکی گرفت. یعنی یوتیوب منتظر بود بی کیفیت ترین ویدیو ما بدم تا تاپ ریت کانال بذارتش. با ویو گرفتن اون ویدیو بقیه ویدیو هم اومد بالا. یه دوره کوتاه رو اوج بودم و ویو بالای 2K میگرفتم و خوشحال بودم و این برای یه کانال تازه کاری مثل من عالی بود. و همونطور که برای هممون رخ میده تو زندگی کفتی هممون تو این مملکت هست، امتحانات و کنکور با شاش افتادن دنبال من. و پسر کانال جوری بگرفت که اگه میدادم فرهاد روش کار کنه نمیرم. تو گاییدی منو. کانال رسما مرد. کی تو آموزش اوش، کی تو اوی، کی تو هرچی پیشبند اون داره. من چرا هرچی ویدیو میذارم ویدیو نمیگه. من که کیفیت رو آدم مالاتر اشکال نداره. من مطمئنم اگه یه بار دیگه ادامه به خودم ایمان داشته باشم میگیره. A few moments later. من ریدم ولی اشکال نداره اگه فقط یه ماه دیگه. 3 weeks later. اوکی من یه روزه اداختم که فقط یه تعداد محدود ویدیو خوب داشت. اینجا ذهنتون درست مثل یک باک خالی از بنزین میشه. مثل وقتی میشه که از باشگاه اومدی و بدنت خیس و افتادی جلوی کولر و حالا قراره یه سرمای سگی تو تابستون بخوری. تا قبل از همه اینا همه چی رو در قالب یوتیوب میدیدم. من از هر چیزی میتونستم یه کانتنت در بیارم، حتی وقتی که فرهاد میری.
2 سال زندگی من برق گذاشت و همش سر یک قمار دیجیتال باخته شد و اون کانال رو ولی کردم و سعی کردم به اطرافم به زندگی بذار زندگیم واقعی تر نگاه کنم. اگه ویدیو یوتیوب میدیدم صرفا واسه میدیدم که ازش لذت ببرم، دیگه دنبال اینه بودم که ازش واسه ویدیوی خودم الهام بگیرم. بعد ازشون لذت بردم و قبول کردم که یوتیوب رو گذاشتم کنار. میدانی من یه روزی توی کارا بودم، به شما نمیگم که نبودم، ولی دیگه 15 سال 20 سال همش گذاشتم کنار. واقعا از دست دادن یه پلان یا رویا که اینقدر دوستش داریم خیلی سخته. اکثر یوتیوبرها بعد اینکه به اون دوران پایین اومدن ویدیوهاشون میرسن یه نگاه ویدیوهاشون میکنن، یه نگاه به ویدیوهای تو بخش خوب یوتیوبشون میکنن، یه نگاه بعد با خودشون میگن که من متعلق به اینجا نیستم، من همه یه سعیمو کردم ولی نسو. ببینید دوستان و عزیزان عزیز چیه؟ یعنی چی فرهان؟ این چه کس و شعریه نوشتی عزیزان عزیز یعنی چی؟ حالا میگفتم یوتیوب یه فضای پر رقابته، این رشته تجربی که من توش باشم میمونه. همه یه دوری زندگی با آرامش که توش دکترن با حساب بانکی ارضا کننده رو تصور کردن ولی تاش معتاد میشن جز 100 نفرشون. چیزه ما معتاد نیستیم، ما سالمیم. فرهاد فقط معتاد. وقتی یوتیوبر شکست میخوره به زندگی که میتونست با موفقیت یوتیوبش داشته باشه فکر میکنه و افکارشو قبل از شکستش مرور میکنه، مجبور با واقعیت روبرو بشه و همین میشه که دیگه ویدیو نمیذاره. یوتیوب هم که اگه مرتب ویدیو رو نذارین کانالتو دد میکنه و خب چقدر آدم هایی بودن که رویاهاشون رو توی یه دونه شکست از دست دادن و ما فقط کسایی از اونا رو میشناسیم که بعد از اون شکست تونستن برگردن با بسی تلاش و کمی شانس. انسان ربات نیست که هر روز حل کنه و ویدیو بذاره، ولی برای یوتیوبر بودن تو نیاز داری که تبدیل به یه ربات شی و با نظم و دیسیپلین کار کنی. هر انقلاب صنعتی مرتی که یه دهنخوار سرمایه دار. و یوتیوبرها تو زندگیشون به یه دوره‌ای میرسن که نمیشه خوب ویدیو گذاشت و خوب تلاش کرد و همون دوره کانالشون رو دد میکنه و This is fine. برگشتوندن کانال روی ویو کال حضرت فیله. البته من الان بار دوممه که شروع کردم و اصلا علاقه ای ندارم که خدا بخواد به من تجربه های آموزنده شکست بیشتری بده. تون انگستات لایک کن، من دیگه توان تحمل ویو پایین رو ندارم، سکته میکنم میمیرم.